به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتاب بسیار متفاوتی شروع میکنیم. امیدوارم که از این مدل کتاب ها هم دوست داشته باشید و گوش بسپارید به آنچه که برای شما میخونم و اگر خوشتون اومد کتاب رو تهیه کنید و خودتون مطالعهش کنید. این کتاب برگزیده‌ای هستش از تفسیر المیزان علامه حاج سید محمد حسین طباطبایی. در 2 جلد هستش که آقای عبدالصمد اسلامی برگزیننده این تفسیرها بودن از کتاب آقای طباطبایی. میدونین که تفسیر المیزان 40 جلد هستش که آقای سید محمد باقر موسوی همدانی از عربی به فارسی ترجمه کردند و در این 2 جلد خلاصه شده این 40 جلد کتاب آورده شده و من در جلد اول سوره حمد رو برای شما میخونم. این کتاب در سال 1390 انتشارات احرار تبریز چاپ کرده. امیدوارم که از آنچه که میخونم و آنچه که میشنوید خوشتون بیاد. با من همراه باشید. شروع برگزیده از جلد اول تفسیر المیزان سوره حمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است، خداوندی که بخشنده و بخشایشگر است و رحمت عام و خاصش همگان را فرا گرفته است. خداوندی که مالک روز جزاست. پروردگارا، تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می طلبیم. ما را به راه راست هدایت فرما، راه کسانی که آنان را مشمول نعمت خود ساختی، نه کسانی که بر آنان غضب کرده و نه راه گمراهان. اما تفسیر رو شروع می‌کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار می شود که مردم عملی را که می کنند و یا می خواهند آغاز کنند، عمل خود را با نام عزیزی و یا بزرگی آغاز می کنند تا به این وسیله مبارک پر اثر شود و نیز آبرویی و احترامی به خود بگیرد و یا حداقل باعث شود که هر وقت نام آن عمل و یاد آن به میان می آید، به یاد آن عزیز نیز بیفتند. خواهید پرسید که دلیل قرآنی این معنا چیست؟ در پاسخ میگوییم دلیل آن این است که خدای سبحان در چند جا از کلام خود بیان فرموده که آنچه برای رضای او و به خاطر او و به احترام او انجام نشود باطل و بی اثر خواهد بود و نیز فرموده به زودی به یک اعمالی که بندگانش انجام داده می پردازد و آنچه به احترام او و به خاطر او انجام نداده‌اند نابود و هباء منثور می کند و آنچه به غیر این منظور انجام داده‌اند هفت و بی اثر و باطل می کند و نیز فرموده هیچ چیزی جز وجه کریم او بقا ندارد. در نتیجه هرچه به احترام او و وجه کریمش و به خاطر رضای او انجام شود و به نام او درست شود باقی میماند، چون خود او باقی و فناناپذیر است. و نیز این معنا همان است که حدیث مورد اتفاق شیعه و سنی آن را افاده می کند و آن این است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هر امری از امور که اهمیتی داشته باشد اگر به نام خدا آغاز نشود ناقص و ابتر میماند و به نتیجه نمیرسد. ابتر
به معنای چیزی است که آخرش بریده باشد. از همینجا می توانیم بگوییم حرف با که در اول بسم الله است از میان معناهایی که برای آن است معنای ابتدا با این معنایی که ما ذکر کردیم مناسب تر است. در نتیجه معنای جمله این می شود: من با نام خدا آغاز می کنم. مخصوصاً این تناسب از این جهت روشن‌تر به نظر می رسد که کلام خدا با این جمله آغاز شده و کلام خود فعلی از افعال و ناگزیر دارای وحدتی است و وحدت کلام بر وحدت معنا و مدلول آن است. پس لاجرم کلام خدا از اول تا آخرش معنای واحدی دارد و آن معنای واحد غرضی است که به خاطر آن غرض کلام خود را به بندگان خود القا کرده. حال آن معنای واحدی که غرض از کلام خداوند است چیست؟ از سوی خدا به سوی شما نوری و کتابی آشکار آمد که به سوی خدا راه می نماید. سوره مائده آیه 16 و آیات دیگر که خاصیت و نتیجه از کتاب و کلام خود را هدایت بندگان دانسته فهمیده می شود که آن غرض واحد هدایت خلق است. پس در حقیقت هدایت خلق با نام خدا آغاز شده، خدایی که مرجع همه بندگان است، خدایی که رحمان است و به همین جهت سبیل رحمتش را برای عموم بندگانش چه مؤمن و چه کافر بیان می کند. آن سبیلی که خیر هستی و زندگی آنان در پیمودن آن سبیل است و خدایی که رحیم است و به همین جهت سبیل رحمت خاصش را برای خصوص مؤمنین بیان می کند. آن سبیلی که سعادت آخرت آنان را تأمین نموده و به دیدار پروردگارشان منتهی می شود. و در جای دیگر از این دو قسم رحمتش یعنی رحمت عامه و خاصش خبر داده فرمود: رحمتم همه چیز را فرا گرفته و به زودی همه آن را به کسانی که تقوا پیشه کنند اختصاص می دهم. سوره اعراف آیه 156. این ابتدا به نام خدا نسبت به تمامی قرآن بود که گفتیم غرض از سراسر قرآن یک امر است و آن هدایت است که در آغاز قرآن این یک عمل با نام خدا آغاز شد. اما اینکه این نام شریف بر سر هر سوره تکرار شده، نخست باید دانست که خدای سبحان کلمه سوره را در کلام مجیدش خیلی جا آورده. از آن جمله فرموده: فأتوا بسورة مثل یونس آیه 38 و فرموده: فأتوا بعشر صور مثله مفتریات سوره هود آیه 13 و فرموده: و اذا انزلت سورة توبه آیه 86. از این آیات می‌فهمیم که هر یک از این سوره ها طایفه ای از کلام خداست که برای خود جداگانه وحدتی دارد، نوعی از وحدت که نه در میان ابعاد یک سوره هست و نه میان سوره‌ای با سوره دیگر. و نیز از اینجا می‌فهمیم که اغراض و مقاصدی که از هر سوره به دست می‌آید مختلف است و هر سوره‌ای غرضی خاص و معنایی مخصوص را ایفا می‌کند. غرضی را که تا سوره تمام نشود آن غرض نیز تمام نمی‌شود. بنابراین جمله بسم الله در هر یک از سوره ها راجع به آن غرض واحدی است که در خصوص آن سوره تعقیب شده. پس بسم الله در سوره حمد راجع به غرضی است که در خصوص این سوره هست و آن معنایی که از خصوص این سوره به دست می آید و از ریخت این سوره برمی آید حمد خداست. اما نه تنها با زبان بلکه به اظهار عبودیت و نشان دادن عبادت و کمک خواهی و درخواست هدایت است. پس کلامی است که خدا به نیابت از طرف بندگان خود گفته تا ادب در مقام اظهار عبودیت را به بندگان خود بیاموزد و اظهار عبودیت
از بنده خدا همان عملی است که می‌کند و قبل از انجام آن بسم الله می‌گوید و امر مهم همین کاری است که اقدام بر آن کرده. پس ابتدا به نام خدای سبحان راجع به اوست و معنایش این است که خدایا من به نام تو عبودیت را برای تو آغاز می کنم. پس باید گفت متعلق با در بسم الله سوره حم ابتدا است. در حقیقت می خواهیم اخلاص در مقام عبودیت و گفتگوی با خدا را به حد کمال برسانیم و بگوییم پروردگارا حمد تو را با نام تو آغاز می کنم تا این عملم نشانه و مارک تو را داشته باشد، خالص برای تو باشد. ممکن هم هست همانطور که قبلا گفتیم متعلق آن فعل ابتدا باشد و معنایش این باشد که خدایا من خواندن سوره و یا قرآن را با نام تو آغاز می کنم. بعضی هم گفتند با استعانت است، ولکن معنای ابتدا مناسب تر است، برای اینکه در خود مسئله استعانت صریحاً آمده و فرموده ایاک نستعین و دیگر حاجت بدان نبود که در بسم الله نیز آن را بیاورد. و اما لفظ جلاله الله اصل آن آل الهه بوده که همزه دومی در کثرت استعمال حذف شده و به صورت الله در آمده است و کلمه اله از ماده آلهه می باشد که به معنای پرستش است. وقتی می گوید آله الرجل و یا له، معنایش این است که فلانی عبادت و پرستش کرد. ممکن هم هست از ماده ولهه باشد که به معنای تحیر و سرگردانی است و کلمه نامبرده بر وزن فعال به کسره فا و به معنای مفعول معلوه است، همچنان که کتاب به معنای مکتوب یا نوشته شده می باشد. و اگر خدای را اله گفتند چون معلوه و معبود است و یا به خاطر آن است که عقول بشر در شناسایی او حیران و سرگردان است و ظاهر کلمه اله در اثر غلبه استعمال علم اسم خاص خدا شده، وگرنه قبل از نزول قرآن این کلمه بر سر زبانها دایر بود و عرب جاهلیت نیز آن را می شناختند، همچنان که آیه شریفه می فرماید ولئن سألتهم من خلقهم لیقولن الله، و اگر از ایشان بپرسی چه کسی ایشان را خلق کرده حتما خواهند گفت الله. سوره زخرف آیه 87. و صحیح است بگوییم لفظ جلاله الله اسم است برای ذات واجب الوجودی که دارنده تمامی صفات کمال است. و اما دو صفت رحمان و رحیم دو صفتند که از ماده رحمت اشتقاق یافتند. رحمت در خدای تعالی همان اعطا و افاضه و رفع حاجتمندی. کلمه رحمان صیغه مبالغه است که بر کثرت و بسیاری رحمت دلالت می کند و کلمه رحیم بر وزن فعیل صفت مشبهه است که ثبات و بقا و دوام را می رساند. پس خدای رحمان معنایش خدای کثیر الرحمه و معنای رحیم خدای دائم الرحمه است و به همین جهت مناسب با کلمه رحمت این است که دلالت کند بر رحمت کثیری که شامل حال عموم موجودات و انسانها از مؤمن و کافر می شود و به همین معنا در بسیاری از موارد در قرآن فرموده الرحمن علی العرش استوی. مصدر رحمت عامه خدا عرش است که مهیمن بر همه موجودات است. سوره طه آیه 5. و نیز به همین جهت مناسب‌تر آن است که کلمه رحیم بر نعمت دائمی و رحمت ثابت و باقی او دلالت کند. رحمتی که تنها به مؤمنین افاضه می کند
و در عالمی افاضه می کند که فنا ناپذیر است و آن عالم آخرت است. خداوند فرموده و کان بالمؤمنین رحیما. خداوند همواره به خصوص به مؤمنین رحیم بوده است. احزاب آیه 43. و نیز فرموده انه بهم رؤوف رحیم، یقینا او به ایشان رؤوف و رحیم است. توبه آیه 111 و آیاتی دیگر. و به همین جهت بعضی گفتند رحمان عام است و شامل مؤمن و کافر می شود و رحیم خاص مؤمنین است. الحمدلله رب العالمین. کلمه حمد به طوری که گفته‌اند به معنای ثنا و ستایش در برابر عمل جمیلی است که ثناء شنونده به اختیار خود انجام داده، برخلاف کلمه مدح که هم این ثنا را شامل می شود و هم ثنای بر عمل غیر اختیاری را. حرف الف و لام که در اول این کلمه آمده استغراق و عمومیت را می رساند و ممکن است لام جنس باشد. هر کدام باشد مالش یکی است، برای اینکه خدای سبحان می‌فرماید ذالکم الله ربکم خالق کل شیء. این است خدای شما که خالق هر چیز است. غافر آیه 62. طبق آیات سجده آیه 7، طه آیه 8 و اعراف آیه 180 خدای تعالی هم در برابر اسماء جمیلش محمود و سزاوار ستایش است و هم در برابر افعال جمیلش، و نیز هیچ حمدی از هیچ حامدی در برابر هیچ امری محمود سر نمیزند مگر آنکه در حقیقت حمد خداست. و برای اینکه آن جمیلی که حمد و ستایش حامد متوجه آن است فعل خداست و او ایجادش کرده، پس جنس حمد و همه آن از آن خداست. از سوی دیگر ظاهر سیاق و لفظ و به قرینه التفاتی که در جمله ایاک نعبد تا انتها به کار رفته و ناگهان خدای سبحان مخاطب بندگان قرار گرفته چنین دلالت دارد که سوره مورد بحث کلام بنده خداست، به این معنا که خدای تعالی در این سوره به بنده خود یاد می‌دهد که چگونه حمدش گوید و چگونه سزاوار است ادب عبودیت را رعایت نماید و این ظاهر را جمله الحمدلله نیز تایید می‌کند، برای اینکه هم توصیف است و خدای سبحان خود را از توصیف واصفان از بندگانش منزه دانسته و فرموده سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. صافات آیه 160 و 159. خواهی پرسید چرا خدا منزه از حمد حامدان است و چرا نخست تسبیح را از ایشان حکایت کرده و بارها فرموده و ان من شیء الا یسبح بحمده. هیچ چیزی نیست مگر آنکه خدا را با حمدش تسبیح میگوید. سوره اسراء آیه 44. در جواب میگوییم برای اینکه غیر خدای تعالی هیچ موجودی به افعال جمیل او و به جمال و کمال افعالش احاطه ندارد و همچنان که به جمیل صفاتش و اسماعش که جمال افعالش ناشی از جمال آن صفات و اسما است احاطه ندارد و فرموده ولا یحیطون به علما، احاطه علمی به وی ندارند. طه آیه 110. بنابراین مخلوق خدا به هر وصفی که او را بستاید به همان مقدار به وی و صفاتش احاطه یافته است و او را محدود به حدود آن صفات دانسته و به آن تقدیر اندازه‌گیری کرده، و حالان که خداوند محدود به هیچ حدی نیست، نه خودش و نه صفاتش و نه اسماعش و نه جمال و کمال افعالش. پس اگر بخواهیم او را ستایشی صحیح و بی اشکال کرده باشیم باید قبلا او را منزه از تقدیر و تهدید خود کنیم و اعلام بداریم که پروردگارا
تو منزه از آنی که به تهدید و تقدیر فهم ما محدود شوی. همچنان که خودش در این باره فرموده ان الله یعلم و انتم لا تعلمون. خدا می‌داند و شما نمی‌دانید. نحل آیه 74. و اما مخلصین از بندگان او که گفتیم حمد آنان را در قرآن حکایت کرده. آنان حمد خود را حمد خدا و وصف خود را وصف او قرار دادند. برای اینکه خداوند ایشان را خالص برای خود کرده، پس روشن شد آنچه که ادب بندگی اقتضا دارد این است که بنده خدا پروردگار خود را به همان ثنایی ثنا گوید که خود خدا خود را بدان ستوده و از آن تجاوز نکند. همچنان که در حدیث مورد اتفاق شیعه و سنی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده که در ثنای خود می گفت لا احصی ثنا علیک و انت کما اثنیت علی نفسک. پروردگارا من ثنای تو را نمی توانم بشمارم و بگویم آنطوری که تو بر خود ثنا کرده ای. پس اینکه در آغاز سوره مورد بحث فرمود الحمدلله تا آخر ادب عبودیت را می آموزد و تعلیم می دهد که بنده او لایق آن نبود که او را حمد گوید و فعلا که می گوید به تعلیم و اجازه خود اوست. او دستور داده که بنده‌اش بگوید الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بیشتر اساتید قرائت خواندند مالک یوم الدین. اما کلمه رب، معنای این کلمه مالکی است که امر مملوک خود تدبیر کند. پس معنای مالک در کلمه رب خوابیده و ملک نزد ما اهل اجتماع در ظرف اجتماع یک نوع اختصاص مخصوص است که به خاطر آن اختصاص چیزی قائم به چیزی دیگر می شود و لازمه آن صحت تصرفات است و صحت تصرفات قائم به کسی می شود که مالک آن چیز است. وقتی می گوییم فلان متاع ملک من است، معنایش این است که آن متاع یک نوع قیامی به وجود من دارد. اگر من باشم می توانم در آن تصرف کنم، ولی اگر من نباشم دیگری نمی تواند در آن تصرف کند. البته این معنای مالک در ظرف اجتماع است که مانند سایر قوانین اجتماع امری وضعی و اعتباری است نه حقیقی. الا اینکه این امر اعتباری از یک امر حقیقی گرفته شده که آن را نیز ملک یا ملک می‌نامیم. توضیح این که ما در خود چیزهایی سراغ داریم که به تمام معنی کلمه و حقیقتاً ملک ما هستند و وجودشان قائم به وجود ماست، مانند اجزای بدن ما، قوای بدن ما. اولاً هستیشان قائم به هستی ماست و ثانیاً جدا و مستقل از ما وجود ندارند. ثالثاً این که ما می توانیم طبق دلخواه خود از آنها استفاده کنیم و این معنای ملک حقیقی است و آنگاه آنچه را هم که با دسترنج خود و یا از راه مشروعی دیگر به دست می آوریم ملک یا ملک خود می دانیم، چون این ملک هم مانند آن ملک چیزی است که ما به دلخواه خود در آن تصرف می کنیم. ولکن ملک حقیقی نیست که به خاطر اینکه ماشین سواری من و خانه و فرش من وجودش قائم به وجود من نیست، وقتی من از دنیا رفتم آنها هم با من از دنیا بروند. پس ملکیت آنها حقیقی نیست بلکه قانونی و چیزی شبیه به ملک حقیقی است. از میان این دو قسم ملک آنچه صحیح است که به خدا نسبت داده شود همان ملک حقیقی است نه اعتباری، چون ملک اعتباری با بطلان اعتبار باطل می شود. و اما کلمه عالمین، این کلمه جمع عالم به فتح لام است و معنایش آنچه ممکن است با آن علم یافت است
وزن آن وزن غالب و خاتم و طایه است، یعنی آنچه با آن غالب میزنند و مهرموم میزنند و امضا میکنند. و معلوم است که معنای این کلمه شامل تمامی موجودات می شود. هم تک تک موجودات را می توان عالم خواند و هم نوع نوع آنها را. مانند عالم جماد، عالم نبات، عالم حیوان، عالم انسان و هم صنف هر نوعی را مانند عالم عرب، عالم عجم. پس معلوم می شود مراد به عالمین هم عوالم انس و جن و جماعت‌های آنان است و همین که کلمه نام برده در هر جای قرآن آمده به این معنی آمده خود مؤید احتمال ماست که در اینجا هم عالمین به معنای عالم اصناف انسان هاست، مانند آیه واصطفاک علی نساء العالمین، تو را بر همه زنان عالمیان برگزید، آل عمران آیه 42 و آیه لیکون للعالمین نذیرا، تا برای عالمیان بیمرسان باشد، فرقان آیه 1. و اما مالک یوم الدین، در سابق معنای مالک را گفتیم و این کلمه اسم فاعل از ملک به کسره میم است و اما ملک به فتحه میم و کسره لام. صفت مشبه از ملک به ضم میم است، به معنای سلطنت و نیروی اداره نظام قومی و مالک و تدبیر امور قوم است، نه مالکیت خود قوم. به عبارت دیگر ملک مالک مردم نیست، بلکه مالک امر و نهی و حکومت در آنان است. در آیه مورد بحث هم ملک را به روز جزا نسبت داده و فرموده ملک یوم الدین، پادشاه روز جزا، و در جای دیگر باز فرموده لمن ملک الیوم لله الواحد القهار، امروز ملک یا ملک از کیست؟ از خدای واحد قهار است. غافر آیه 16. و به همین دلیل قرائت ملک یوم الدین به نظر بهتر می رسد. یک بحث روایتی در کتاب تهذیب از امام صادق علیه السلام و در کتاب عیون و تفسیر عیاشی از حضرت رضا علیه السلام روایت آوردند که فرمود این کلمه بسم الله به اسم اعظم خدا نزدیکتر است از مردمک چشم به سفیدی آن. مؤلف می‌فرماید در کتاب عیون از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت کرده که فرموده کلمه بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره فاتحة الکتاب است و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم همواره آن را می‌خواند و آیه اول سوره به حساب می‌آورد و فاتحة الکتاب را سبع المثانی می‌نامند. و از طریق اهل سنت و جماعت نظیر این معنا روایت شده. مثلا دار قطنا از ابی هریره حدیث کرده که گفته رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید چون سوره حمد را می‌خوانید بسم الله الرحمن الرحیم را هم یکی از آیاتش بدانید و آن را بخوانید، چون سوره حمد ام القرآن و سبع المثانی است. روایت در اصول کافی، کتاب توحید، کتاب معانی و تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام روایت شده که در حدیثی فرمود الله اله هر موجود، رحمان رحم کننده به تمامی مخلوقات خود و رحیم رحم کننده به خصوص مؤمنین است. ایاک نعبد و ایاک نستعین، کلمه عبد به معنای انسان و یا هر دارای شعور دیگری است که ملک غیر باشد. کلمه عبادت از کلمه عبد گرفته شده. کوتاه سخن این که عبادت و پرستش از آنجایی که عبارت است از نشان دادن مملوکیت خویش برای پروردگار با استکبار نمی سازد، ولی با شرک می سازد، چون ممکن است دو نفر در مالکیت من و با اطاعت من شریک باشند
لذا خداوند از استکبار از عبادت نهی نکرده، ولی از شرک ورزیدن به اون نهی کرده. چون اولی ممکن نبوده ولی دومی ممکن بوده است. لذا درباره استکبار به این عبادت فرموده: آنهایی که از عبادت من سرپیچی کنند و تکبر می کنند به زودی با خواری و ذلت داخل جهنم خواهند شد. غافر آیه 60. و درباره شرک فرموده: ولا یشرک به عبادت ربه احدا، و احدی را شریک در عبادت پروردگارش نگیرد. سوره کهف آیه 110. پس معلوم می شود شرک را امری ممکن دانسته و از آن نهی فرموده، چون اگر چیزی ممکن و مقدور نباشد نهی از آن هم لغو و بیهوده است، به خلاف استکبار از عبودیت که با عبودیت جمع نمی شود. ایاک نعبد، اما بنده خدا وقتی او را عبادت می کند او را به عنوان معبودی حاضر و روبرو عبادت کند. و همین باعث شده که در سوره مورد بحث در جمله ایاک نعبد ناگهان از لفظ غیبت به سیاق حضور و خطاب التفات شود، با اینکه تاکنون می گفت حمد خدایی را که چنین و چنان است، ناگهان بگوید تو را می پرستم، چون حق پرستش او این است که او را حاضر و روبرو بدانیم. بنابراین عبادت وقتی حقیقتاً عبادت است که عبد عابد در عبادتش خلوص داشته باشد و خلوص همان حضوری است که قبلا بیان کردیم. و روشن شد که عبادت وقتی تمام و کامل می شود که به غیر خدا به کسی دیگر مشغول نباشد و در عملش شریکی برای خدای سبحان نتراشد و دلش در حال عبادت بسته و متعلق به جایی نباشد، نه به امیدی و نه ترسی، حتی امید به بهشتی و نه ترسی از دوزخی، که در این صورت عبادتش خالص و برای خداست، به خلاف اینکه عبادتش به منظور کسب بهشت و دفع دوزخ باشد که در این صورت خودش را پرستیده نه خدا را. و همچنین عبادت وقتی تمام و کامل می شود که به خودش هم مشغول نباشد که اشتغال به نفس منافی با مقام عبودیت است. عبودیت کجا و منم زدن و استکبار کجا؟ و گویا علت آمدن پرستش و استعانت به صیغه متکلم مع الغیر، ما تو را می پرستیم و از تو یاری می جوییم، همین دوری از منم زدن و استکبار بوده باشد. و می خواهد به همین نکته اشاره کند که گفتیم مقام عبودیت با خود دیدن منافات دارد. لذا بنده خدا عبادت خود و همه بندگان دیگر را در نظر گرفته می گوید ما تو را می پرستیم. پس روی بر هم دو جمله ایاک نعبد و ایاک نستعین یک معنا را می رساند و آن عبادت خالصانه است که هیچ گونه شایبه‌ای در آن نیست. پس با بیانی که در ذیل آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین آوردیم، وجه و علت التفاتی که در این سوره از غیب به حضور شده روشن گردیده و نیز وجه انحصار عبادت در خدا که از مقدم آوردن مفعول ایاک از فعل نعبد و نستعین استفاده می شود. همچنین وجه این که چرا در کلمه نعبد عبادت را مطلق آورده و نیز وجه این که چرا به صیغه متکلم مع الغیر فرمود نعبد و نفرمود اعبد، من عبادت می کنم. و باز وجه این که چرا بعد از جمله نعبد بلافاصله فرمود نستعین و وجه این که چرا دو جمله نام برده را در سیاق واحد شرکت داد ولی جمله سوم یعنی اهدنا الصراط المستقیم را به آن سیاق و لفظ نیاورده روشن گردید. و ایاک نستعین یعنی همین عبادتمان نیز به استقلال خودمان نیست، بلکه از تو نیرو میگیریم و استعانت میجوییم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. معنای کلمه هدایت
از بیانی که در ذیل صراط از نظر خواننده می‌گذرد معلوم می‌شود. و اما صراط، این کلمه در لغت یا به معنای طریق و سبیل نزدیک به همند و اما از نظر عرف و اصطلاح قرآن کریم باید بدانیم که خدای سبحان صراط را به وصف استقامت توصیف کرده و آنگاه بیان کرده که این صراط مستقیم را کسانی می‌پیمایند که خدا بر آنان انعام فرموده و صراطی که چنین وصفی و شأنی دارد مورد درخواست عبادت کننده قرار گرفته و نتیجه و غایت عبادت او واقع شده و به عبارت دیگر بنده عبادت کننده از خدایش درخواست می کند که عبادت خالصش در چنین صراطی قرار گیرد. صراط مستقیم، صراط غیر گمراهان است، صراطی که به هیچ وجه شرک و ظلم در آن راه ندارد، همچنان که ضلالتی در آن راه نمی‌یابد. نه ضلالت در باطن و قلب از قبیل کفر و خاطرات ناشایست که خدا از آن راضی نیست و نه در ظاهر اعضا و ارکان بدن چون معصیت و یا قصور در اطاعت که هیچ یک از اینها در صراط یافت نمی شود. و این همان توحید عملی و علمی است و توحید هم همین دو مرحله را دارد. دیگر شق سومی برایش نیست و به فرموده قرآن بعد از حق غیر از ضلالت چه میتواند باشد؟ و آیه الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون. کسانی که ایمان آورده و ایمان خود را آمیخته با ظلم نکردند ایشان امنیت دارند و راه را یافتند. انعام آیه 82. ظلم را شرک و نقطه مقابل ایمان شمرده است، چون اهتدا و ایمنی از ضلالت و یا عذاب را که اثر ضلالت است مرتبط برداشتن ایمان و زایل گشتن صفت ظلم کرده است. اصحاب صراط مستقیم در صورت عبودیت خدا دارای ثبات قدم به تمام معنا هستند، هم در فعل، هم در قول، هم در ظاهر و هم در باطن و ممکن نیست که نامبردگان بر غیر این صفت دیده شوند و در همه افعال خدا و رسولش را اطاعت می کنند، چنان که درباره آنها فرموده کسی که خدا و رسول را اطاعت کند چون این کسانی آنان هستند که خدا بر ایشان انعام کرده از انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین که اینان نیکو رفقایی هستند. سوره نساء 69 این ایمان و اطاعت را در آیه 66 نساء بیان می کند. پس معلوم می شود اصحاب صراط مستقیم یعنی الذین انعم علیهم مقامی عالی تر از مؤمنین دارند. در آیه 19 حدید این مطلب را می رساند. می فرماید کسانی که به خدا و رسولش ایمان آورند آنها صدیقین و شهدا نزد پروردگارشانند. آنان پاداش اعمالشان و نور ایمانشان را دارند. سوره حدید آیه 19. من سعی کردم که تفسیر سوره حمد رو تمام کنم ولی هنوز از این تفسیر 3 صفحه دیگه مونده و فکر میکنم که خارج از وایس من باشه. امیدوارم همینقدر که شنیدید و از زبان من خوانده شد دوست داشته باشید و اگر علاقه داشتید این جلد مختصر رو بگیرید و برگزیده تفسیر المیزان رو مطالعه کنید. ممنونم که با من بودید و جلد دوم این کتاب رو در وایس بعدی برای شما میخونم و تفسیر سوره توحید یا قل هو الله احد رو خلاصه برای شما خواهم خوند. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی خدا نگهدارتون.